سلام به شما بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند. چرا در دنیای امروز جنگ‌ها و خونریزی‌ها و گسترش فعالیت‌های تروریستی همچنان به نگرانی‌های جدی بشریت تبدیل شده و علیرغم سازوکارهایی که در جهان طراحی شده برای توسعه و گسترش صلح و صلح‌طلبی، همچنان نبود صلح و تروریسم به عنوان یکی از تهدیدهای جدی برای بشریت خودنمایی میکنه. این موضوعی که در برنامه این هفته کنکاش به اون خواهیم پرداخت. بحثش که خیلی مفصله. اگه بخوام خدمت کسی عرض بکنم 1 ساعت طول میکشه. چون سوالای مهمی این وسط مطرحه. خانم دکتر، شاید یکی از مهمترین و کلیدی ترین سوالاتی که باید ما در برنامه امشب بهش جواب بدیم اینه که فکر کنم نکنه تو هم زهر خوردی که به روز بدبخت افتادی، نکنه این توبا خانم آوردی اینجا که بحث استراتژیکی منو گوش بکنه. حالا من شاید فرصتی بشه عرضی داشته باشم. هیچکی هم نه ایشون، همه میدونن که ایشون 20 سال آزگار سفره نظری پهن میکرد که دکترا بگیره. بالاخره که بهشون گفتش که به جای نظری شاید بهتر باشه برین دانشگاه اسم بنویسین، شاید دکتر بشین. خبر نداشت که این خودش داشت مسیر درست رو میرفت. آخرش هم با سهمیه بسیج دکترا گرفت. آدم پنجری قطار بگیره، هواپیمای 2 موتوره رو هوا هل بده، با این سر یه میز نشینه. طبیعی است که این قیاس درستی نیست. خیلی هم درسته. شما مقام عظما رو میشناسی؟ نه پس چرا هیچی نمیگی مثلا؟ در واقع یک سکوت شکوهمنده. بالاخره مقام عظما رو میشناسی یا نمیشناسی؟ من نمیدونم شما سوالای بعدیتون چیه. بابا شما چی رو میدونی که این دومیش باشه؟ بالاخره میشناسیش نه صاحب مرده رو. بسیار دوستشون دارم. اینم یه بدبختی رو باقی بدبختی‌های مقام عظما. کاشی خانومو میفرستادن کشورهای خارجی بلای جون رهبرای اونجا بشن که تون سقوط کنن. تزار روسیه هم میگن همینطوری سرنگون شد. یادشون بخیر آقای پیتر. شما فکر نمی‌کنی که ما اگه راجع به زهرماری که قرار مقام عظما تو هسته‌ای و حقوق بشر و منطقه اینا بخوره صحبت بکنیم بهتر باشه تا با شما و راجع به شما صحبت بکنیم؟ سوال شما به اعتقاد حقیر شاید یه قیاس مع الفارق باشه. از کل حرفت فقط یه کلمه حقیرش درست بود. ببین تو با خانوم گیرمی حیدری مشنگ شما رو راه داد تو این برنامه‌ای که ما می‌خوایم بحث بکنیم. شما خودت رود میشه بیا پای بحث، خودت رود میشه بیا تو تلویزیون بحث بکنی. آخه در دیزی بازه، ادب و نزاکت گربه کجا رفته؟ من از شما یه سوال میکنم. اون کسی که دزدی میکنه موقع دزدی کردن میگه دزدی خوبه؟ ببین حیدری 3 سوت اینو میندازی بیرون، وگرنه دیگه بحث بی بحث 4 راه استراتژی دیگه نداریم، درش تخته است. ببخشید خانم بله. اگر 30 ثانیه جمع‌بندی دلاتونو باز کنید. ببخشید انشالله یه فرصت دیگه. آخش سردرد گرفتیم. بدبختی رو نگاه کنه. اونی که با ما درگیر نشده بود فقط کلاغ ورپریده بود. اینم از علامت‌های عوض شدن یه چیزایی تو کل منطقه است که این بدبختی‌ها به سرمون میاد. پسر یه لیوان آب بیار تا هم یه چیزی پخش کنیم وسط، یه خورده بشینیم اونجا و بحث درست درمون بکنیم. اصلا حرفمون یادمون رفت. تو چی داشتی میپرسیدی حیدری؟ چرا علیرغم توفیقاتی که بشر در حوزه‌های مختلف به دست آورده، در تکنولوژی، در دانش، پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف داشته، اما در زمینه تحقق صلح خیلی قرین توفیق نبوده؟ جهان امروز ما امن‌تر از سده‌های قبل نیست. داستان صلح. همه میدونن که الان تو دنیا ما تنها حکومتی هستیم که از صلح دفاع میکنیم. عین چی؟ در مقابل ائتلاف شیطانی و از این حرفا. کسی فکر نکنه که الان تو نظام مثلا ما ترسیدیم. نظام ما از اولش هم صلح طلب بوده. از همون اول که وقتی امام میگفتش که جنگ نعمت الهی است، یادتونه که اون موقع منظورش صلح بود، اشتباه لپی شده بود، وگرنه خب هر خری میفهمه که این حرفا بزنی خیلی ضایع کردی. که بعدش هم که گفتن که تا آخرین خونه تو تهران وای میسیم میجنگیم، منظورشون این بود که تا آخرین نفس در راه صلح تلاش میکنیم، وگرنه هر الاغی هم میفهمه که این حرفو نباید زد.
8 سالم که جنگ و کش داد امام، میخواست قدر صلح و بیشتر بشناسیم. قرارداد صلح هم که نبست تا آخرش هم مرد و امضا نکرد، یه دلایلی لابد داشته دیگه، به کسی چه مربوطه؟ چرا در توسعه صلح جهانی پیشرفت ملموسی رو احساس نمی‌کنیم؟ آخه الان عمق استراتژیکی نظام همچین اوضاعش یه جوریه که نمیخوام واردش بشم. وضعیت منطقه حساسه، قائله تو برنامه است. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه با بچه‌هاش اومدن خونه، دیدم بوی گاز میاد مثل چی. مشنگه گفت هیچکی به هیچی دست نزنه، خودم فندک دارم. عرضم به خدمت شما به خاطر همین حساسیت و قائله‌ای که تو برنامه است، موش موش کردن و من بمیرم تو نمیری و اینا که تو نظام راه افتاده بود بین حاجی رفسنجانی و خود مقام عظما، یه هفته هم نکشید. دفعه پیش به زبون خوش درخواست کردیم، استکبارم از حق نگذریم، خوب همراهی کرد تو اون جنگ اون دفعه. این دفعه دیگه از این شوخی‌ها نیست. مرحوم ابوی به خاطر جدیت همین قضیه میخوام بگم، همیشه میفهمودن که بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه تو مانور جنگی از هواپیما پرید، هر کاری کرد چترش باز نشد. گفت خدا رو شکر که مانوره، اگه جدی بود که داغون بودیم. میخوام بگم وضعیت تو عظما همین جوریات، چتره باز بشو نیست بدبستم، تون تون داره ضایع میشه. عظما تا میاد تو شطرنج منطقه یه حرکتی بکنه، یک کم موراشو میذارن با اردنگی بیندازن بیرون تا تکون بخوری. ها نوری افتاد، بشارم که خوب دلنگونه. وقتی نظام تنها بشه اون وقت میفهمی ضایع یعنی چی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه دندونش درد میکرد، رفت گفت دکتر جون همه رو بکش بجز این دندونی که درد میکنه. دکتر گفت چرا؟ گفت میخوام مثل سگ تنها بمونه. گفتم تنها و درب و داغون و از این حرفا یاد این نیقلیون افتادم بیچاره که اینجا وایساده. من میگم بدیم سوال آخرم این بپرسه، ناکام از دنیا نره. آقای دکتر یه سوالی از خدمت حضرت عالی داشتم. ما یه رویه در برنامه داریم، اینکه مهمانان برنامه یا خود بنده یه کتابی رو درباره موضوع برنامه معرفی میکنن. پیرامون بحث صلح چه کتابی رو معرفی میکنین؟ چه حالا به زبان فارسی چه به زبان لاتین یا سایر زبان‌ها؟ کتاب که نه، ولی اگه خوندنی قابل توجه بخوام بگم، از این نوشته های شعر بود. اون زمانا تو نبودی، تو لاله‌زار میفروختن، 1 قرون بود، ولی اگه میگفتی اون توتیه با نوکش بیاره بده میشد 2000. من توصیه میکنم که همه این شعرها رو بگیرن بخونن که شاید به وضعیت نظام امروز ما بخوره.